علی امام ما. امام یعنی چی آقا؟ امام یعنی پیشوا. نماز جماعت خوندید، نماز جماعت که میخونن امام وقتی میگه الله اکبر مأموم هم میگه الله اکبر. رکوع که میکنه مأمومین رکوع میکنن، سجود هم که میکنه سجود میکنن. امامت یعنی پیروی کردن آن ذات. ولایت ما هم به همین معناست از علی، متعال وقتش نیست عرض کنه. خب علی امام ما. علی چه جوری بود؟ اینی که گفتیم یه تیکه از مظهر شخصیت علی به زبان بنده جاری شد در این مقام رو فرمود. حالا آیا اگر کسی رو دیدی داره نماز میخونه واسطه، مأمومینش دارن سجود میکنن، یا امام داره سجود میکنه مأمومین واسطه‌اند، میگی این آقا امام ایناست؟ میگی یا نمیگی؟ نمیگی. البته مسخره است. آقا ما چطور مأمومین این امامی؟ علی شجاع ما ترسو، علی کریم ما بخیل، علی خلوق ما بداخلاق، علی توانا ما ترسو طماع، علی صادق و الی آخره. چیه معنای امامت؟ علی هم رو تعبیری که ما گفتیم سر کمالش ایمانشه، راهیست که برای ما باز از طرق الی الله بعد در انفاس الخلائق. این راهی که علی رفت بفرمایید برو آقا میرس. علی 100 درجهش رفت اون شد، تو 1 درجهش برو 1/100 علی بشو. راه بازه برای همه. باز نیست. ما کمال علی رو در ایمانش میدونیم، با ایمان به خدا و ازدیاد این ایمان میتوانیم راه علی رو بریم. اما ما چه کردیم؟ ما که شیعه علی هستیم و باید پیروی بکنیم، بعضیامون، نمیگم هممون، نکردیم. خب حالا که نکردیم چی از دستمون رفت؟ آیا عزت و شرافت و هدایت و نجات که باید برای شیعه علی باشه، اینا رو که درش بسته شد، حرفی ندارم. ولی مصیبت در یک جاست. ای علی دوست، ای کسی که برای خاطر علی روی زمین می نشینی، ای کسی که برای علی جمع میشی و چراغ روشن میکنی و صبر میکنی، ای کسی که برای علی اشک میریزی، ای کسی که دلت شاد میشه با منقبت علی، بشنو و بترس و بلرز از این حرف. علی رو امروز اگه دنیا بخواد بشناسه چجوری میشناسه؟ 2 راه داره دنیای امروز که علی رو بشناسه. یک راه از راه تاریخ، میره کتابا رو میبینه، علی رو از راه تاریخ میشناسه. یه راه دیگه هم هست برای شناختن علی امروز. اگر آمدن گفتن آقا علی رو چجوری میشه شناخت؟ میگه خب میریم از پیروانش میشناسیم. فرض کنیم یه نفر میخواد علی رو بشناسه، میاد توی جامعه ما میخواد پیروان علی، مأمومین علی، دنبال روهای علی، شیعیان علی رو بشناسه. چی میبینه آقایون؟ آیا علم میبینه؟ آیا تقوا میبینه؟ آیا علاقه به یتیمی میبینه که در علی میدید؟ آیا علاقه به خدمت مردمی میبینه که در علی میدید؟ آیا شجاعت و صراحتی رو میبینه که در علی دید؟ چجوری میخوای علی رو بشناسه؟ یکی از دوستان ما میگفت علی 3 تا مصیبت داشت. خوب گوش بدید آقایون. علی 3 تا مصیبت داشت. مصیبت اول مصیبتش در شخص خودش، کسانی حقش رو قطع کردن، اذیتش کردن، کشتنش. این مصیبت چند سال طول کشید؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال. بیشتر طول کشید؟ نه. مصیبت دوم مصیبتش در اولادش. امت با اولاد علی بد رفتار کردن، کشتن، فراروندن، اسیر کردن، هر کار خواستن کردن. اما اینم چند سال طول کشید. درسته ما ننگ دامان علی بشیم امروز، درسته ما بی سواد باشیم، درسته ما کثیف باشیم، درسته ما بد اخلاق باشیم، درسته ما در معامله غش داشته باشیم، درسته در معامله باطل بگیم.